ببخشید، صبحتون بخیر آقا. چی کار میکنین؟ چه خبر؟ الان ساعت 7 خورده صبح. من دارم ضد آفتاب میزنم که دیگه کم کم آماده شم برم سمت باشگاه. لباسم پوشیدم. آماده شدم. بریم. دیروز نشستم کل براشامو شستم و خیلی خوشحالم چون الان دیگه میدونم که یه چیز تمیز دارم به پوستم میزنم و چیز کثیفی نیست. دوستان این شد میکاپم. چطور شد؟ 15 تا هم قبلش زدم. کوچکولون بزنید. هوا گرم شده. چقدر خوشگله رنگش ولی. سلام آقا، صبحتون بخیر. در صورت نشسته اومدم نشستم جلوتون که یکم باهاتون صحبت کنم. من دیشب بعد از اینکه از چیز اومدم، راستی اومدم، بعد کلا خیلی یه حس بدی داشتم. نه اینکه اونجا بهم خوش نگذشت، چرا اتفاقا خیلی بهم خوش گذشت، ولی اصلا کلا یه حس بدی داشتم. بعد تئاتر جوجه تیغی بهرام افشار رو که دیدم، یه سری جاهاش وقتی که به جای اینکه اون رو ببینم خودم رو اونجا میدیدم، خیلی اصلا حالم از این نور شد و از اول تا آخرش داشتم باش اشک میریختم و تموم شد و اینا اومدم بخوابم. اونجا باز دوباره یکم حالم بد شد و کلا دیشب با حال بد خوابیدم و این رو حال الان اثر گذاشته. کاری به هیچی ندارم، خواستم یکم باتون صحبت کنم و بگم که عجیبه دارین این حرف از من میشنوین، ولی خیلی دارم دودل میشم تو ادامه فعالیتم توی یوتیوب. خیلی دارم دودل میشم و نمیدونم که باید چی کار کنم و منشأش از کجا میاد، چون که واقعا ویو هم داره خوب جلو میره و اصلا نمیدونم، شاید هم داره بد جلو میره، اصلا نمیدونم، ولی دارم خیلی دودل میشم. ولی یک جمله که من دیشب توی تئاتر نوشتم و گفته شد و من نوشتمش این بود که شانس مال کسیه که تا آخرین لحظه تلاش کنه و من الان میخوام تا آخرین لحظه برای یوتیوب تلاش کنم که حتی اگه نتیجه‌ام نگرفت بگم من تا آخرین لحظه تلاش کردم و نتیجه نگرفت بدون عذاب وجدان. در کل که به این روزمون شروع کنیم پرهدف. انقدر که دیشب حالم بد بود و با حال بدی خوابیدم، امروز صبح اصلا پا نشدم برم باشگاه، ولی امروز خودمون یوگا تمرین میکنیم توی خونه و بابا نگاه کن آقا، نگاه کن اینو خدایی، نه نگاه کن، کوتاه‌ترش هم کردم تازه. برای خلاصه بریم صبحونه بخوریم، از گشنگی دارم میمیرم. چقدر قشنگه اینو من خیلی بیشتر دوست دارم، خیلی نازه. آخه این مال چی؟ این جنگی تو آره؟
اینا رو باید به نظرم بذاری روی این، چون این چریکیه. این خیلی نازه. دومین قهوه روزم. عالیه. خانم ساغر کیانی در یوتیوب ملقب به ساغر پیک. البته اینو جدید گذاشتم، قبلا یه چیز دیگه بود. ولی خب لقبی ندارم، این دوست ندارم لقب داشته باشم. اون ساغر خانم کیانی راحت‌ترم. چه بهونه‌ای داری برای درس نخوندن؟ دومین قهوه‌تو خوردی، ناخوناتو درست کردی، روتین پوستیتو رفتی، 5 ساعت پیش غذا خوردی. 5 ساعت پیش غذا خوردم؟ پس بکنم الان گشنم باید باشه. نه گشنم هم نیست. اوکی، گشنتم نیست. ورزش نکردم. بچه ها با هم دیگه آماده شیم بریم ورزش کنیم. بعد از ورزش هم خسته میشیم، باید بریم حموم. بعد از این که هم بریم حموم، خودش یه پروسه واسه خودش میشه. شبم که باید زود بخوابیم که فردا پاشیم درس بخونیم. همین پروسه ادامه دار میشه. نه دوستان، اگر تکالیف زبانم رو کامل انجام دادم، اون موقع میتونم برم ورزش کنم. ورزش رو به عنوان گیفت در نظر میگیرم. actually میکاپ کردم و اینا، چون که خب زندگی هنوز قشنگیاشو داره به نظرم و نباید همینجوری قضاوتش کنیم. البته میکاپ کردم که یه ویدیوی پاچیلتایی واسهتون بگیرم. خیلی جالبه که حتی وقتی که ناامیدم، حتی وقتی که دارم به این فکر میکنم که یوتیوب رو بذارم کنار، باز همچنان واسهش تلاش میکنم. خیلی ویژگی جالبیه. در کل دوست ندارم ویدیوها رو بدون خدافظی تموم کنم. دوست دارم که یه خدافظی خوشگل و جانانه بکنم از تویی که 5 دقیقه از روزت رو تقدیم به من کردی و نشستی ویدیومو تا انتها دیدی. دوست دارم زیاد، خیلی برام ارزشمندی. لایک و کامنت و سابسکرایب نره تا ویدیوی بعدی. بدرود.